زندگی در قبر. منو بیارید بیرون! پروردگار تو کیست؟ پروردگارت کیست؟ منو بیارید بیرون! پایان جهان، روز قیامت و بهشت و جهنم. قدم به قدم زندگی پس از مرگ رو کاوش میکنیم، انگار که در اون لحظات زندگی میکنیم. در ثانیه‌های نهایی قبل از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد و در قبر با چی روبرو خواهیم شد؟ روزی که جهان به پایان میرسه چه اتفاقی میفته؟ یا زمانی که برانگیخته شده و در محشر جمع میشیم؟ چه چیزی در بهشت و جهنم در انتظار بشریته؟ پاسخ تمام پرسش‌های شما در مورد این سفر ابدی در این مجموعه قرار داره. اگر آماده هستید شروع کنیم. لحظه مرگ، روزی که تمام عمر ازش فرار می‌کردیم بالاخره فرا رسیده. همون روزی که حتی هیچ وقت نمی‌خواستید بهش فکر کنید. و حالا فرشته مرگ به سراغ شما میاد. همه جا تاریکه، زمان دقیقاً قبل از طلوع خورشیده. دردی در قفسه سینه‌تون داره شما رو خرد میکنه. بدنتون نمیتونه تکون بخوره. ذهنتون آشفته است. بچگیتون، نوجوانیتون و تمام چیزی که هستید در کسری از ثانیه از جلوی چشمانتون میگذره. برای نفس کشیدن تقلا میکنید. لبهاتون خشک شده، انگار چیزی توی گلوتون گیر کرده. چه اتفاقی داره برام میفته؟ ترسیدید و گیج شدید. نمیتونید درک کنید چه اتفاقی داره میفته. ناگهان عزیزانتون دور شما جمع میشن. یکی از اونها دست شما رو محکم گرفته و بقیه هم با چشمان گریان دعا میکنن. کسی با دستای لرزون سعی داره که به شما آب بده. در چشمهاشون غمی درمانده و در چشمانشون خداحافظی خاموشی دیده میشه. از طرف دیگه شما حس میکنید که زمان داره کند میشه. صداها در حال محو شدنن. انگار جهان داره آروم شما رو رها میکنه. همونطور که آیه میفرماید هر کسی مرگ را میچشد و سپس همگی به سوی ما بازگردانده میشوید. ذهن شما تیره و تار میشه. حرکاتتون کندتر میشه. نفسی که توی گلوتون گیر کرده تمام بدنتون رو فلج میکنه. در اون لحظه تنها فکری که ذهن شما رو پر میکنه، تنها نگرانی شما اینه پس از مرگم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینجاست که آخرین حملات شیطان شروع میشه. این لحظه که بهش میگن سکرات الموت، سختی مرگ. آیا میتونید بر ایمان خود پایدار بود و اون رو نجات بدید؟ یا از جمله کسانی خواهید بود که اون رو در آخرین لحظات از دست میدید؟ عضلاتتون در حال از دست دادن قدرت خود هستن. دستها، بازوها و پاهاتون در حال سرد شدنه. رنگ پوستتون در حال محو شدن و زرد شدنه و در اون لحظه شیطان به سراغ شما میاد. پیامبر صلوات الله علیه این دعا رو میخونن: خدایا به تو پناه میبرم از گمراه شدن توسط شیطان در لحظه مرگ. در اون لحظه بزرگترین آرزوی شیطان اینه که مطمئن بشه شما بدون ایمان وارد قبر میشی. برای همین آخرین حقه خودش رو برای آخرین لحظه نگه میداره. شاید سعی کنه شما رو به سمت دین دیگری سوق بده، یا شاید هم سعی کنه کاری کنه که چیزی بر ضد الله بگید. زمزمه میکنه: اونها این همه مدت برای بهبودی تو دعا کردن، اما تو فقط داری بدتر میشی. الله تو کجاست؟ آیا اون واقعا صدای تو رو میشنوه؟ بسیاری از افراد قبل از این لحظه رو تجربه کردن و هر کدوم به شیوه خودش. حالا نوبت شماست. حتی پیامبر صلوات الله علیه هم از الله خواست که او رو از این امر محافظت کنه. آیا این به اندازه کافی گویا نیست؟ در واقع هرچه ایمان شما قوی تر باشه، پاسختون در لحظه مرگ قوی تر خواهد بود. میگن مرگ حقه. در طول زندگی هرچی که با اون روحمون رو پر کرده باشیم، در زمان مرگ هم همون رو بر روی زبون میاریم. ای وای، من توسط زندگی دنیا فریب خوردم. کسی که روح خود رو با آرزوهای دنیوی پر کرده در زمان مرگ فقط اونها رو به زبون میاره. پول من، اموال من، شهرت من. اما مؤمنی که زندگی خود رو با عشق الله در قلبش گذرونده، پروردگارش رو به یاد میاره و نامش رو میگه: یا رب، یا لطیف، یا رحمان، یا الله.
شاید فکر کنید اما من که ایمان دارم. با این حال چیزی که اون موقع نیاز دارید ایمانیه که عمیقاً در قلب و ذهن شما ریشه کرده باشه. بهش اینطور فکر کنید من یک سیب در دست دارم و یک دزد هست که به هر قیمتی میخواد اونو از من بگیره. اگر من فقط اونو در دستم نگه داشته باشم و تا جایی که میتونم ازش محافظت کنم بازم به راحتی میتونه اونو از من بدزده. اما اگر اون رو بخورم و درونم هضم بشه دیگه برای دزد غیر ممکنه که اون رو از من بگیره. بنابراین اگر شما حقایق ایمان رو فقط در دست خود نگه ندارید و اجازه بدید که در قلب، ذهن و روحتون نفوذ کنه، آنگاه به اذن خداوند شیطان نخواهد توانست در لحظه مرگ هیچ آسیبی به شما برسونه. اما اگر به آخرت ایمان دارید و طوری زندگی میکنید که انگار وجود نداره، اگر حرفاتون یه چیز میگه و اعمالتون چیز دیگری، پس شاید وقتشه که کمی به خودتون شک کنید. این مسئله بردن یا باختن ابدیته و شما هنوز اون رو جدی نگرفتین. حالا چه اتفاق دیگری در لحظه مرگ میفته؟ آیه میفرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت ورزیدند فرشتگان بر آنان نازل میشوند و میگویند هیچ ترسی به خود راه ندهید و غمگین نباشید و بشارت بر شما آن بهشتی که همواره به شما وعده داده میشد. فرشتگان با چهره‌هایی درخشان و زیبا نزد مؤمن صالح میآیند، لباسهایی کاملا سفید و خوشبو. اما برای کسانی که بدون ایمان زندگی کردن این لحظه پر از درده. حالا با چیزی روبرو شدن که همیشه انکارش میکردن. نه لطفاً به من نزدیک نشید، دور شید. من ایمان دارم الله واقعیه. لطفاً فقط یه فرصت دیگه بهم بدین. دوستام کجان؟ رفیقام کجان؟ کسی نیست نجاتم بده؟ برای این آدم این تازه اولشه. حالا بیایید راجع به اتفاقات بعد از مرگ صحبت کنیم. مرگ پایان کار نیست. مرگ نیستی و نابودی نیست. این فقط یک انتقال از حالتی به حالت دیگره. مثل ترک کردن یک محل و رفتن به یک جای دیگره. این شروع یک دنیای جدیده. الله همان که زمین را هر زمستان میمیراند و هر تابستان آن را زنده می کند، انسان را هم میمیراند تا در روز قیامت دوباره زندهش کند. و مکانی که همگی قبل از آخرت در اون خواهیم بود عالم برزخ نام داره یا جهان میانی. پیامبر صلوات الله فرمودند قبر یا باغی از باغ‌های بهشت است یا گودالی از گودال‌های آتش. بله، اکنون شما مرده اید. بدن بیجان شما به اتاق غسل برده شده. اونجا روی سنگ مرمر سرد دراز کشیدید و در انتظار غسلید. کفن شما، تابوت شما، همه چیز آماده است. بیرون در خانواده شما منتظرن. مادرتون، پدرتون، خواهر و برادرهاتون، همسر و فرزندانتون چشمانشون از گریه ورم کرده و به سختی صحبت میکنن. به زودی تابوت رو بلند میکنن و روی شونه هاشون میذارن و شما رو به حیاط مسجد میبرن. با کمال تأسف در گذشته همسایه ما احمد میتیات را اعلام میکنیم. تشییع جنازه او امروز پس از نماز ظهر در مسجد محلی برگزار خواهد شد. این اطلاعیه به تمامی بستگان، دوستان و همسایگان او اعلام می شود. خدا او را بیامرزد. نماز میتی که تمام عمرتون میشنیدید حالا برای شما خونده میشه. کسانی که خبر رو میشنون شوکه میشن و میگن او رفت و برای لحظه‌ای سکوت میکنن اما سپس به زندگیشون برمیگردن. مردم جمع شده و برای خوندن نماز روی جنازه شما صف کشیدن. پسرم. و دوباره تابوت شما رو بلند میکنن. این بار به سوی قبر.
از قبل آماده شده و بازه. این خونه جدید شماست که منتظرتونه. یکی از عزیزانتون به داخل قبر پایین میاد و پیکر شما رو به آرومی به روی پهلوی راستتون میخوابونه، در حالتی که صورتتون به سوی قبله است. و بعد از قبر میاد بیرون و تخته های چوبی رو روی قبر شما میذاره و با دست خودش اولین مشت خاک رو بر روی شما میریزه. روح تمام این لحظات رو مستقیما میبینه. اون همه چیز رو میبینه. اون میبینه که بدن شسته میشه، میبینه که نماز میت خونده میشه و تابوت به سوی قبر حمل میشه. اون صدای همه کسانی که اومده بودن و هر چیزی که گفتن رو میشنوه. و وقتی مردم شروع به ترک قبرستان میکنن، روح حتی صدای قدمهاشون رو هم میشنوه. پیامبر صلوات الله فرمودند مرده را 3 چیز تا قبرش همراهی میکنند: خانواده‌اش، مالش و اعمالش. خانواده و مالش از کنار قبر باز میگردند، اما اعمالش با او میمانند. اگر شخص صالح باشه نمیخواد تدفین طول بکشه و او مشتاقه که هرچه سریعتر به برکات زندگی در قبر برسه. اما اگر شخصی شرور باشه میخواد تدفین بیشتر طول بکشه. دوستانی که تا پای قبر هم با شما بودن دیگه تموم شده. شما تنها هستین. و حال عالم برزخ آغاز می شود. عالم برزخ جهانی جداگانه است، مانعی بین این زندگی و آخرت. این عالم با مرگ آغاز و با قیامت به پایان میرسه. این مانند اتاق انتظار آخرته. چه کسی در دریا غرق بشه و ناپدید بشه و چه سوزانده بشه و خاکسترش پخش بشه، روحش سالم و دست نخورده مثل قبل باقی میمونه. هیچ راهی برای فرار از علم الله وجود نداره. با همه جوری که سزاوارش هستن برخورد میشه. این مرحله در یک حدیث از پیامبر صلوات الله علیه به تفصیل شرح داده شده. هنگامی که مؤمن در حال ترک دنیا است و به سوی جهان بعدی میرود، فرشتگانی با چهره‌های سفید مانند خورشید از آسمان به سوی او نازل میشوند، با یکی از کفن‌های بهشت و مقداری از عطر بهشت، و تا جایی که چشم کار میکند فرشته دیده میشود. و سپس فرشته مرگ میآید و کنار سرش مینشیند و میگوید ای روح نیکو، به سوی آمرزش و خوشنودی پروردگارت بیرون آی. سپس روح به آسانی خارج میشه و اون رو میبینه. و هنگامی که این کار رو میکنه، فرشتگان دیگر بلافاصله روح رو از فرشته مرگ تحویل میگیرن و دست اون رو حتی برای یک چشم به هم زدن هم رها نمیکنن. سپس اون رو در کفن و اون عطر قرار میدن. از اون عطری خارج میشه مانند بهترین مشک‌هایی که روی زمین یافت میشن. سپس او رو به سوی آسمان بالا میبرن. هر گروه از فرشتگان که از کنارشون میگذرن میپرسن این روح نیکو کیست؟ فرشتگانی که روح رو بالا میبرن با بهترین نامهایی که در این دنیا با اونها خونده میشد پاسخ میدن. هنگامی که به آسمان میرسن تمام درها براشون گشوده میشه. هنگام عبور از هر طبقه تا 7مین آسمان، فرشتگان به روح سلام میکنن. سپس الله میفرماید نامه بنده من را در علیون ثبت کنید، دفتر نیکوکاران، و او را به زمین بازگردانید. زیرا من انسان را از آن آفریدم، آنان را به آن باز میگردانم و بار دیگر آنان را از آن بیرون خواهم آورد. سپس او به قبرش بازگردونده میشه به عالم برزخ و در اونجا 2 فرشته به نامهای نکیر و منکر برای بازجویی میان. من ربک، پروردگارت کیست؟ پروردگارم الله هست، همان که در طول زندگی عبادتش کردم. دین تو چیست؟ دین من اسلام است. آن مردی که در میان شما فرستاده شد کیست؟ او فرستاده الله هست، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینطور یک مؤمن راستین به همه این پرسش ها پاسخ میده و پاسخهای درست رو میده. تمام نمازهایی که یک مؤمن در طول زندگیش به جا آورده و تمام اعمال نیکی که انجام داده به او در قبر ملحق میشن. هنگامی که نکیر و منکر برای بازجویی او میان، موجودی از نور میاد و در کنار سر او میشینه. این نمازهایی که در طول عمر خود به جا آورده. سپس دیگر اعمال نیک او یکی پس از دیگری ظاهر میشن. روزهاش در سمت راست و زکاتش در سمت چپش وامیسته و تمام اعمال صالح دیگرش در پایین پاهاش جمع میشن. هر یک از اونها در جای خود میستن تا ازش محافظت کنن و مانع این میشن که قبر و سخونهاش رو خرد کنه یا بهش آسیب برسه. پس از بازجویی، هنگامی که مؤمن به درستی پاسخ میده، پنجره‌ای به سوی بهشت براش گشوده میشه. سپس الله فرمان میدهد که قبرش تا آنجا که چشم کار میکند گسترده شود و بستری از بسترهای جنت برایش
آماده شود. سپس در کنار قبرش پنجره‌ای گشوده می شود و صحنه‌های بهشت خانه ابدی همه مؤمنان به او نشان داده خواهد شد. قلبش از آرامش پر می شود و تا روز قیامت به تماشای بهشت می پردازد. اما طرف دیگری هم وجود داره، طرف دردناکی که در انتظار کسانی که بدون ایمان می میرن و کسانی که زندگیشون پر از گناهان کبیره بوده. منو بیارید بیرون! پروردگار تو کیست؟ پروردگارت کیست؟ منو بیارید بیرون! دین تو چیست؟ مردی که در میانتان فرستاده شد کیست؟ در قبر این ذهن نیست که پاسخ میده، این قلب شماست. فرد مطابق با جایگاهش نزد الله پاسخ میده و اگر او کسی بود که دین الله و فرستاده او رو انکار میکرد نمیتونه به این سوالات جواب بده. حتی اگر مسلمان بوده و اگر زندگی پر از گناه داشت ممکنه موقع جواب دادن زبونش گیر کنه. برای برخی این گفتگویی دوستانه با فرشتگان میشه، اما برای برخی دیگر یک بازجویی دردناک خواهد بود. درهای دوزخ گشوده میشن و عذاب درون اون بهش نشون داده میشه و اون از رنج و مشقت قبر زجر خواهد کشید. گرمای سوزان و بوی دوزخ بهش میرسه. قبرش تنگ شده و شروع به فشردن اون میکنه. سپس مردی با چهره‌ای تاریک و لباسهای کثیف در مقابل روح شریر ظاهر شده و میگه این همون روزیه که به تو وعده داده شد. روح با ترس میپرسه تو کی هستی؟ من اعمال بد تو هستم، رباهایی که خوردی، غیبتهایی که کردی، چیزهای حرامی که نگاه کردی. چرا میترسی؟ مگه تمام این سالها چیزی نبودم که میخواستی؟ خب من اینجا هستم، درست مقابل تو. در این هنگام دعا میکنه پروردگارا قیامت را برپا مکن. زید بن ثابت گفت ما به همراه پیامبر خدا به باغی که متعلق به بنی نجار بود رفتیم. ایشان سوار مرکب خود بودند. ناگهان مرکب ترسید و نزدیک بود ایشان را به زمین بیاندازد. نگاه کردیم و دیدیم چقدر قبر در نزدیکی وجود دارد و پیامبر خدا فرمودند افراد دفن شده در اینجا در حال تحمل عذاب قبر هستند. اگر بیم این را نداشتم که بعد از آن دیگر مرده های خود را دفن نکنید، از خدا میخواستم صدای عذابشان را بشنوید، همان گونه که من میشنوم. سپس روی خود را به سوی ما کرد و فرمود از عذاب قبر به الله پناه ببرید. اینجاست خانه جدید شما. اون بالا همه چیز روشن و پر رنگ بود، ولی اینجا کاملا تاریکه. همه چیز خیلی سریع به پایان رسید، اینطور نیست؟ یا خواهید گفت ای الله لطفاً یک فرصت دیگر به من بده، قول میدم که خودم رو اصلاح کنم. انگار الله قبلا به شما فرصتهای زیادی نداده هر روز زندگیتون. یا خواهید گفت ای پروردگار تمام ستایش و سپاس از آن توست برای اینکه طوری زندگی نکردید که بعداً براتون مشکل ساز بشه. شما از حرام دوری کردید و وظایفتون رو انجام دادید. زمان انجام وظیفه شما در این دنیا به پایان رسیده و حالا شما در راه دریافت پاداش خود هستید و این قبر اولین توقفگاه شماست. اگر این ویدیو به دست شما رسیده مطمئن باشید این یک اتفاق نیست. الله اون رو پیش روی شما آورده و شما رو هدایت کرده که تا پایانش رو تماشا کنید. آیا میدونید چرا؟ زیرا او میخواد شما چیزهایی رو در زندگیتون تغییر بدید. پس حتی یک قدم هم به طرفش بر نمیدارید. وقتشه که برای زندگی تصمیم بگیری. اگر نماز نمیخونی این لحظه برای شروع نمازه.